این صدای چی است؟ این صدای خوراک است کو؟ از غیب صدا شنیده ای صدای مراد؟ خوب کن. کی است در اون حجره؟ این کی باشد آخر؟ شوکت نازیه جان نکو به قرار به چیکار میکنی؟ نازیه جان ببین حالا هم نازیه میگوید شوکت بیدار شو. نازیه جان پشتم کم ترک مساج که پشتم دار کدیسته. شوکت بیدار شو. لا حول ولا قوة الا بالله. تو بی عقلی بودم ایخی بیدار میکنی. شوکت تو اینجا چیکار میکنی؟ کانی تیلا کفتسته بودم. بدبخت خواب بودم کوری نمیبینی؟ خواب بود است. تو چخیل به این خانه در آمدی؟ شکافی درکتی. یا خدایا دولین پس شده. چی شد حیران شدی ها؟ ما این اصولای درکشویی را ای برادر ما کلتکیلس آموخته. حالا هم کلتکیلس میگوید. کنی خیز رو از اینجا زود. ای مرک اکو خونه و در تا ای دیوان تا خورده من بدبخت. آسیا و بنابت ایازی کارو دمو میغلطه. به خاطر یک دوست داشته برادری را فراموش کردیسته. چی ها میگویی؟ چه خیل دوست داشته؟ زینب دوست داشته نیسته؟ زینب؟ ها این خیل نگو شوکت. دختری بیچاره از پشتم میدود که این برای من مقرری است. این مقرری است دختری بیچاره میدود. گویا دوستش نمیداری ها؟ شوکت میدونی که مگر من با جز زهرا هیچ کس رو دوست نمیدارم. حالی بگو زهرا رو دوست میداری؟ خدا رحمت کنه زهرا را. من سری خوابم بگیرم میخیزم میرم. چیکار کرده ایستادی تو؟ بخیز. اگر تو را اینجا ببینن چی فکر میکنند؟ چی فکر میکنن؟ میگن در خانه برادرش کلتکیلس خوابه تموم. برادرم کیلس گفته ایستادی کو؟ دیوانه از من دور شو. دیگر چی میخواهی؟ تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. هر بیشه گمان مبر که خالیست این کیلس بودن این تو را بجور شوکت کسی نداند. نه خورترین توکل رو هم نکن. فهمیدی؟ پلیس فکر میکند که کمیسر اونال را من کشتم. اگر فهمن که من کلتکیلس هستم من را به حبس میپرتویند. فهمیدی؟ برای همین از من دور میگردی شوکت. دور نمیگردم. تا جان در بدن دارم گیزی تو میگردم. یک حیات میگی دور بگرد. یک وقت امامی ساخته شدی شوکت دایما دور بگرد. معلمی ساخته شدی شوکت دایما دور بگرد. حاضر کمیسر شدی شوکت دور بگرد. دور نمیگردم. میستم جمته اینجا میستم. نه من با تو کاری ندارم. به این هم کمیسر زبید نسبت من شبهه دارد. دیگر توکل کرده نمیتوانم. شد از تریزای پشت برآمده رو. خیز زود باش. این مرا هر یک خونه پیش کردگن که خانه تی چیه؟ زود باش. خوردم خانه تا. یک بار دیگه من حیات دارم پیش تو بیام. بوی لباس را بیهوده آوردم. بین باز جزدانش رو هم آورده است. در رسانه خواب میکنم پیش تو نمر سرخم نمیکنم. بینم زود باش. حالی به من کلرده شوم. حیوان دیگر با من زنگ نزن. برگم شو شاد ندارم. آخر من از این دردی سر خلاص نمیشده باشم. یا خدایا یا رسول خدا. با خیر از هجری چقدر سراستی هستی؟ خانه‌دار میشوم مراد، خانه‌دار میشوم. خانه‌دار میشوی؟ بسیار خوب، مبارکت باشد. رحمت خدا از تو راضی باشد. نهایت پدر و مادری سنم قبول کرده. تنها باید پدر و مادری خودم رو راضی کنم. اوه میشود قبول میکند اگر طرف دختر قبول کرده باشد. حل از کار. ان شاء الله مراده. اگر والدانم را راضی کرده نتوانم دیگر پدر و مادری سنم برای خواستگاری سنم اجازت نمیدهند. برای همین باید والدانم را راضی کنم مراد. دعا کن که والدانم قبول کنن مراد. انشالله هجری انشالله. با امر خدا همش خوب میشود. فهمیدی؟ تو بسیار فکرش رو نکن. خیر روز بخیر. مراد یک چیز رو پرسم میگویم.
медони дишаб санам барои ман хавотир шуда ба ту занг задааст. Ту бошӣ гуфтае ки ҳиҷриро дар роҳ дида бо ӯ суҳбат кардем. Аммо ман ба ёд надорам ки дирӯз бо ту вохӯрда бошем Мурод. бале, санам занг зада хавотир буд. ман бошам барои ором шуданаш ин хел гуфтам. ин кӯмаки туро чӣ хел бармегардонам комиссар Мурод? баъдан бармегардони ҷанговар. чӣ хеле набошад зуд во мехӯрем. гуфтӣ ки зуд во мехӯрем Мурод. бо ин гапа чӣ гуфтан мехостӣ? медонам ҳиҷрӣ, ту фикр дорӣ ки чаро туро ба полис надодам, вале инро ҳаргиз ба ту намегӯям. ба ту гуфта наметавонам ки домрозиё ҳастам. чеҳраи маро дидаӣ Мурод? ҳиҷрӣ буданамро фаҳмидӣ, барои ҳамин ба ман ёрӣ медиҳӣ ё ин ки танҳо ба ҷанговар кӯмак мекунӣ? ба хайр аст? ба фикр фурӯ рафтӣ? ҳа, бале ҳамин хел. охир ман дишаб ба хона дер омадам. як масъалаи муҳиме буд. чӣ масъала буд ҳиҷрӣ? мо барои чӣ ҳастем агар ягон ёрӣ ба ту лозим бошад? не Мурод, масъаларо ҳал кардем. хуб, тамом. хайр, дар амони худо бош. майлаш раҳмат. саломат бош. майли, худо нигаҳбон. раҳмат. ҷанговар, ту ҳам мисли ман ҳастӣ шогирди азизам. кори ҳардуямон душвор аст ҳиҷрӣ. ҳамкор, ҷои кор биё ки мудир пурсидестай. мудир? ӯ боз додувой мекунад. ҷанговарро дастгир накардем ку. аниқ сарзаниш мекунад. марда, як амалиёти муҳима барои ми пурсидестай, тезтар биё. чӣ? амалиёт? чӣ хел амалиёт? аз куҷо медонам аз кадом музеи асарҳои тарихиро дузидане? тезтар бихе биё, худат мефаҳмӣ. рабудани асари тарихӣ? шуд. тамом, ҳамкор, меоям. хайр. асарҳои тарихӣ гуфт калтакилас? ку бирем яке ягон чи насиби мо мешавад? бузурге гуфтааст бани одам аъзои якдигар аст, лекин бикӯи дар дарунаш як хеле шеринар аст. акаи аду бадбахташ бепадар аст. шавкати бехона имшаб дар бадар аст. намешава, гуфтам намешава. تو خودت فهمیده چی میگویی؟ من خانه او برای خودگاری دخترش نمیرم. ای پدر دخترشان رو میدهن، چرا شما نمیخواهید؟ خوابته نخواهنتم با کار نمورم. ای مادر، اقلا شما یگان چیز گوید؟ آخر یک بار اگر رفته سنم رو خودگاری میکنید کار تمام؟ آخی بچم خیل نگو تو. آخه گواره بخش کردگی قطیش. آخر مادر چه خیل گواره بخش؟ دایم همین رو بهانه میکنید. آخر دخترشان رو با من میدهن، شما رفته تنها خودگاری میکنه تمام کار. تو چه خیل مرا گذاشته دیگر کس رو انتخاب میکنی ها؟ من اون انتخاب کردت رو گرفته زیر پایم مجق میکنم. ای اوچا بابا، از برای خدا گوش کنید. اگر سنم رو رفته خودگاری نکنید دیگر دخترشان رو با من نمیدهن. آخر چرا این خیل میکنید؟ چرا مرا نمیفهمید؟ شما نمیخواهید که من خوشبخت شوم؟ نمیرم، گفتم نمیرم. چی شما من را مجبور کردید؟ نمیرم. بچه من او دختر همچون کلم قبول کردن نمیتونم. چند بار گفتم چی من نمیفهمی ها؟ این کارتان گناه است میدانید؟ توبه یا خدایم. بفرمایید نوشی جان. مرحمت گیرید. استاد، اگر یگون بچه عروس ما گپ تیه باید من چیکار کنم؟ باز میپرسیم اگر خورش رو میکنی. استاد، ای چشم تنگ عروس تیه گپ دادیسته. چی گفته ای سوده ای تو ها؟
هیچ کس با دوست داشته من گل دادن نمیتواند. ملیس، این ابله تو رو ناراحت میکند؟ کمال، هیچ کس مرا ناراحت نمیکند. لطفاً دیوانگی نکن. این احمق شما را ناراحت میکند خانم. تو چی گفته ای سودایی؟ یگان جنازه خانه فریاد که اوزی استاد قوری را میکنه. من استادم قاتل نشده یاری تجلی را جیغ زنی. ملیس، تو با یک کنار برو. با یگان کنار نمیروم کمال، فهمیدی؟ نمیخواهم که اینجا بجنگی، رو در دیگر جا بجنگ. به این هم این جناب مرا ناراحت نکرده است. اینجا تنها تو مرا ناراحت میکنی. خانم ملیس، فهمیدم. این احمق شما را وقتی زیاد است که ناراحت میکند. شما پروا نکنید، من جزایش رو میدیم. تو جزای کی رو میدی لعنتی؟ تو قوه یک مشتی مرا نداری. بسیار واهمه نکن. این چی است؟ واه، айкунфу ҳам доштайку? айкидо 3. карате 7. оҳо, ай бой бесправила ҳам доштасти? бо чӣ намуд дора? ин одам ҳамаи чизро доштааст. ин мошини одамкушӣ будааст. چی شد؟ ترسیدی کمال؟ چرا من از این سرتیفیکات های تو میترسیدم؟ بس کنی، از افتاد معلوم است که سخت ترسیده ای. باز وایمه میکنی ها؟ خانم ملیس، این ابله روزانه؟ تو کی رو میزنی ها؟ ба полис занг занем ё ба ёрии таҷилӣ? барои ба ёрии таҷилӣ занг задан вақт надорем. иҷозат намедиҳем ки устодамон мурад. استاد استاد جنگ نکنید، باید زنده مانیم. ما با جای تو میجنگیم استاد. تو چی خیلی استاد هستی ها؟ خودت میترسی شاگردانت رو با من جنگ میاندازی ها؟ رها کن کنی؟ نه استاد، این آدم با قوت ممکنه که را بکشه. بس کنید سر دهید. یک طرف ایستید. Evo, техникаи кунг-фу. Evo, приёми панда. آخر لطفاً خواهش میکنم کمال را نکشید التماس. خواهش شما بر این یک دختر برای من مثل امر است. در حق او دعا کن. نمیکشم تو را، ولی کمتر لطو کوب میکنم. جناب خوب هستید. جناب خوب هستید. جناب خوب هستید. استاد، این فتشا بوده کو؟ باز من فکر کردم که حقیقی است. خوب هستید. ملیس جان، این ابله رو گذارو رفته با من یک چای کبودی تلخ بیار. تو چای کبود میخواهی جانم؟ حاضر میارم، منتظر شو. آنا با تو چای کبود. استاد خوب هستی؟ خوبی؟ سازی؟ استاد کمال در کجا هستم من؟ شما کی هستید؟ مایم شاگردت ماکس. یه من در کجا هم؟ این دختر کی است؟ در دست چه روزکاوراتکو است؟ سر من چرا درد میکند؟ بسرم تو زدی مگر؟ کمال تو دختر گفتی؟ من ملیس هستم. ملیس هستم. ملیس کی است؟ استاد؟ بچه استاد پمه چای دست داد. یا باید زود بیمارخانه بریم. رفتیم استاد. رها کنید اخی. بیا. ممکنه که گذرت شنید. گوش کن مراد، از پس نفرانی هستیم که اثرهای تاریخی را دزدیدند ولی تا حاضر آشکار نشدند.
وظیفه ما این انگشتریه که از دوران ویزانس مانده است از دست آنها گرفته به آثارخانه باید گذاریم. برای همین آنها را باید در بالای جنایت دستگیر نماییم. مراد، تو نقش شخصی ثروتمنده که این انگشتری را از آنها خریداری میکند بازی میکنی. ما همراه زبید تو را از نزدیک نظارت میکنیم. در بدنت یک اسبابی خردی گوشکنی میگذاریم. تو مرا فهمیدی؟ اطاعت سردارم. جنگاور را از دست دادید. اگر این بار هم خطا کنید نمیبخشم. فهمیدم سردارم. تمام. تو هم فهمیدی؟ فهمیدم. من بردکم رسم بته بینم کو. اوف، هجری کجا شد آخر؟ یا اینکه دیگر نمی آید؟ کنی هجری زودتر بیا، من راز این عذاب نجات بده آخر. میخواهم تکبیریان حسیبداری با لذت تو را بخورم. آن خوراکی در نزد بوده رو میخوری، همین خیلی قادر همش رو بخور. بیهوده هیچ هوس نخور. پدر و مادر آن مؤذن برای خواستگاری دختری من نمی آیند، خودت میبینی. اومد هجری؟ کجا شده هجری؟ زود یک توک بیریانی با حسیب آماده کن بخوریم. چه خیلی توک بیریان با حسیب پدر جانه؟ هجری نه اومده است، شاید خسته شده باشد. بیا کمی بنشین راحت شو، بعد میپزی تخم رو. خوب بیا بنشین. خوش هجری؟ والدین تو ساعت چند می آیند؟ بله هجری جان، خانواده تو ساعت چند برای خواستگاری من می آیند؟ هجری؟ یا اینکه خانواده تو برای خواستگاری من نمی آیند؟ من چی گفته بودم؟ آنها نمی آیند. این گپ راست است؟ نمی آیند مگر؟ او چی خیلی نمی آینده؟ نه این چیکار است؟ چیکار است؟ ما دخترم رو میدیم آنها باشن اقلا به خواستگاری نمیاد. اوا رو بین. پدر جان، شما راضی شده بودید که ما خانه‌دار شویم. پدر و مادر من آمدنی نیستند. نمیشود به آنها دخترتان رو دید؟ این مؤذن چی گفته ایستاده است؟ یعنی ما دخترمون رو میدیم و والدینت به خواستگاری دخترمون نمی آیند؟ همین خیل قادر در عمرم این خیل پس خودم رو حس نکرده بودم. من اصلا طاقت شنیدن این رو ندارم. چه علاقه دارد مادر جان؟ به این هم هجری با خواهش خودش در خانه ما نمی ایستد مگر؟ اویله او نگوید هم چی می شود که ما کیها بزرزیم؟ سفسطه نگو دخترم، مگر این خیل کار می شود؟ پدر جان، التماس با این مادرم یگان چیز بگو، او رو راضی کن. بس هست آخر؟ من هجری رو دوست می دارم. هم تو نبره‌دار شدن نمی خواهی مگر؟ البته می خواهم دخترم، ولی مادرت نمی شود. این خیل کار نمی شود. اگر آنها آمده دخترم رو خواستگاری نکنند اینطوری برپا نمی شود. این رو دانستمانید. این آخران سخنم است. پدر جان، التماس یگان کار کن، او رو راضی کن. آخر هجری به تو نگفته بودم که اویلت رو راضی کنه؟ نگفتم مگر؟ هجری جان، التماس اویلت رو راضی بکن. دیگر راهی نداریم که خانه دار شویم. کنی خیس، زود رو. میدونم که تو میتوانی. من به تو باوری دارم. عشقم بخیس. تمام سنم. مایلش پدر جان، من حاضر رفته یک بار دیگر صحبت میکنم با آنها. رو. بیرو، بعدا تو بیرونی با حسیب رو میخوریم. بیرو.
سومن جان ما از این کار باید فایده کلان به دست بیاریم. اگر با فایز گیشینش نگاه کنیم بسیار خوب است. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. من مجید هستم. رفی. خوشحال شدم. من هم خیلی شاد شدم. خوشحال شدم. چیه باشه اینجا؟ این چمدان چیه؟ یکی در درونش $1,000,000 این چی خیلی عملیات باشه؟ یگان اونتاش با دوزدوی تاریخی مانندی ندارن؟ این کلتکیل از با چه نقشه داره؟ بدبخت به این هم این سهر ای خونش گشنه سرم کرد. گشنه اشیدم که جلوکم ای گشنگی را رو دومو حلقه دیسته. یعنی یک کلکسی بسیار پرغلاوتی دارد ها جناب مجید؟ بله همین خیل، ولی در کلکسیا یک نورسوگی هست. انگشترین خانم بیزنس تئادورا نمی رسد. رفی جان، جناب مجید بسیار شخصی ذوق بلند داشته نیست مادر؟ راست میگوی زنک جان، به فکرم مشتری که جستجو داشتیم پیدا کردیم. تشکر میکنم، بسیار نازک هستید. اجازت باشد انگشترین را دیده میتوانم؟ پول را هم آوردم. یا خدایا جناب مجید، شما فکر کردید که ما اون چیزی پر ارزش رو به اینجا میاریم؟ به این هم ما از کجا میدونیم که پلیس هستید؟ پلیس گفتید؟ بسیار میخندونه جنابی رفیق. پلیس هستید؟ سردارم با فکرم فهمیدند آخر مراد این وظیفه رو برباد میدهد. این وظیفه رو به من باید میدادید. ما اکتیوری تمام کردگیم. پروانه کن، آرام باش. مراد این کار را حل میکند. بله جنابی رفیق، من پلیس هستم. حتی در برم تجهیزات گوشکنک هم دارم. در آن ماشینی در بیرون بوده گروهی پلیس ها هستند. کمتر پس شما را دستگیر میکنند. سردارم وای دیوانه چیکار کرده شده است؟ مراد تو چیکار میکنی ها؟ یا خدایا جنابی رفیق، مرا به خنده آوردید. شوخی کردم، آرام باشید، به خود بیایید. رفی جان، از تسخری میمردم به خدا. جناب مجید خیلی شوخ بوده است، همین خیلی نه؟ راست میگوی زنک جان، مرا هم بسیار ترسم کرد که دلم از کار میموند. سردارم مرادم دانشکده صنعت تمام کردگه، نه که زور بازی کرده. مراد تو هم انایی نیستی ها؟ توبه. شما بسیار شوخ بوده جناب مجید، ولی دیگر با من این خیلی شوخی ها نکنید لطفا، خواهش میکنم. شد تمام، قبول میدهم، دیگر نمیکنم. جناب رفیق، ارزشش چنده نباشد آن انگشترین را در حقیقت گرفتن میخواهم. گوش کنید جناب مجید، ما پیش از همه میخواهیم که باوری حاصل نماییم. مشتریمون به این اثر پرارزش ارزنده است یا نه؟ پول برای ما مهم نیست. ما صنعت و صنعتکارها را احترام میکنیم. همینطور نه زنک جان؟ چی گفتن میخواهید؟ یعنی پیش از همه ما میخواهیم که شما را شناسیم. ما کسی رو که نمیشناسیم کار نمیکنیم. این بدبختا چی کوکه دیستن؟ این جنگلموی که باشه؟ باشه هیچ خیلی عملیات باشه؟ جلوت کمای گوشنگی را سوخته ایسته؟ میریم حسابی برادرمون شکم از سیر میکنیم. سلام علیکم. چه برات سازی تنجی؟ شوکت. سومان ممنون شدم. شوکتم جنگلمو ای دست درست که بیاخل. ممنونم. یه بشه چوکدی سازی. من نفهمیدم چی به مرای خبا واسی داره؟ روم جزیره؟ ای بچه همون مینو را بیار کو بینم چی داره؟ تست که گوش نیوم. شوکت، تو اینجا چیکار میکنی ها؟
یکی این به من مراد گوید چی؟ آنها وضعیت را میفهمند. ای وای، اگر کیلس گوید چی؟ کی هست آخر این شفقت عملیات را برباد میدهد؟ وای بدبخت یک دیوانه محلمونه. در اینجا چیکار میکنه؟ شوکت بیرو آخر از اینجا، همه را برباد میدهی تو. بیرو. یگان جا نمیرم. توش کم سیر نکنم، یگان جا نمیرم. فهمیدی؟ باز کیلس نگویی بی عقل. کیلس برادری را فراموش نکن. یا که پول دارم گفته مرا بولوشون میدونی. باز مراد هم نگویی. خاموش باش، گپ نزن. بامبر با همی حالا با بدیلی خودش که کمی سره شیمو کستون شبین میگه که کیسش پری پوله، نگه در کیسش یتی نداره. جناب مجید جناب شفقت رفیقتون میشود. مجیدش کیه؟ یک دقیقه جناب رفیق. جناب شوکت با من درباره زمین گپ زده بودیم. او برای زمین 10 میلیون دلار پیشنهاد کرده بود، ولی من 15 میلیون دلار خواسته بودم. سودای ما نشده بود. فکر میکنم که جناب شوکت به گپی من آمد. ایت 15 میلیون امون 15 سنبت یگان چی بخرم؟ جناب شوکت آنجا صحبت میکنیم. البته چی منه جناب مجید بای. با اجازه شما من زود میایم. 15 میلیون رو. چی گپ است اینجا؟ نمیدونم این آدم از کجا پیدا شد؟ این مرد شبهناک است. چی شد زبید؟ سردارم هیچ چیز رو نمیفهمم. بیعقل همه چیز رو برباد میدهی. ای تخیط چی بده اونه گندخسه؟ بیعقل در طرف بی مجیدش کیه؟ ای چی گپه؟ اون نمیتو کلتگی خب کن. یگان چیز فهمیدی؟ همین نوشنیکا پخست دارن، هیچی رو نمیفهمی. خاموش. بازنامه مرا کله بدیل از خون. بازنامه مرا کلتا کلس نگویی. در کیسه هم گوش کنک است. پلیس ها مرا گوش کرده ایستادن. ای بخدو قریب من ترا کلتا کله. چی گفته ایستادند آنها؟ یه جنگیلمو در همون نوشنیک تو چی آوازی که بیاد در نوشنیک من همون آواز میاد. ای تو پخست کرده من پخست میکنه. مراد را از آن دیوانه خلاص کرده زود باید به میز برگردد. تمام همه فهمیدم. زود دو شو از اینجا رو بکنون. تمام کمیسرم. بخشش زیاد که خطاگی کردم نفهمیدم. گوشامو میکشم دیگه خطاگی نمیکنم. دو شو. توکل به خدا کمیسر. رو زود رو از اینجا. дугонаҳо бом баро мекафонам омода бошед. бо як одам шинос шудам. ҳаёти маро наҷот дод. ӯро бояд бинед. бисёр зебо аст. номаш мурод аст. комиссар мурод. ки будааст вай одам? ман мехоҳам бинам. яъне ба наздикӣ шинос мешавед. мебинем чӣ мешавад. بخشش مسئله زمین را با وی جناب حل کردیم. با 15 میلیون دلار راضی شدیم. بیایید سری مسئله می آییم. زینب شوکت؟ چه زینب؟ شوکت بخیر است. چیکار میکنی در اینجا زینب؟ تو در اینجا اون نمیگشتی کو؟ یا اینکه به نزد برادرم خوراک خوری اومدی ها؟ برادرت؟ برادرم گفته
یعنی در این دنیای فانی همه برادریم که میگوین مومن برادر مومن است. برای همین گفتم. کمیسر مراد را در نظر داشتم. مراد گفتی؟ بله. من چرا با او خوراک میخوردم؟ یا خدایا، تو دوست داشته او نیستی؟ دوست داشته؟ از کجا برآوردی این گپ رو شوکت؟ بشوخی نیستی؟ البته که نیستم. یا خدایا، این خیلی نگفت به من کو. با تو چی گفته بود که؟ مده گفت که زینب بسیار رشک میکنه، اخیر ای دسته او میگریزم میرم ایجا. مراد گفت. مراد گفت. با تو گفت؟ مده گفت. در باره من گفت؟ در باره تو گفت. اگر تو کمیسر باشی در کجا است حاضر؟ در چورای چیشش بگرد آشخانه کارون بشتگه. زینب درون کارون نره بو، امروز سانیتر ندینه محکمه. گل بوتا بره. ما چی گفتی اسلام؟ ایوه هیچ گپ نه. بازی برادرم زینب توی میاندازه. شوکت تو بز نبودی که؟ ایه تشکری زیاد. سلامت باشید. مگر او کمیسر مراد نیست؟ در حقیقت بچه زیبا بوده است. دخترها شما روید، من کمی پس می آیم. مایلش. جناب مجید بسیار آدمی ثروتمند هستید، از این کار حالتون معلوم است، ولی ما هم بعضی شرط ها داریم. چه خیل شرط ها؟ جنابی مراد، این خیلی سورپریزی زیبا. سلام جنابی مراد. این عملیات محو شد. عملیات نه برباد دادی به شرم. مراد نام قبلی هم است، مراد مجید. دوستان مرا مراد میگویند، ولی در کارنامه مجید را استفاده میبرم. خانم عالم یاردمچی من است. با ژاپنی ها ملاقات مهمی داشت ولی نمیدونستم که اینجا هستند. این عالم ببی است. عالمش کی است؟ سردار نو با محله ما اومده است، در کاشانه حسن کار میکنند. دختر بیشرم است. من محله شما را عملیات را انشالله محو نمیکند. کنی مراد یگان کار کن. خانم عالم ملاقات چخیل گذشت؟ ژاپنی ها با سازشنامه امضا گذاشتند؟ جنابی مراد من بله البته با ژاپنی ها سازش کردن بسیار دشوار است. خیر وای با فکرم در آفیس کار زیاد داری، تو بیرو، من می آیم. خانم عالم در یک ملاقاتی مهمی هستم، خواهش میکنم ما را مشغول نکنید، روید. خب جنابی مراد، روزتون بخیر. روز بخیر. روز بخیر. خلاص شد شکت زبید. ما نماز میخوانیم، اما ملا امام ما ناس میکشد، به طهارت نماز رو میخواند. ما از قف دارد. اگر آن قدر گناهی کند که بالای همین زمین هم میپوشاند، حتی تبلغ عنان السما. معذرت میخواهم جناب رفیع، صحبتمان تمام موند. درباره چی میگفتید؟ گفتید بعضی شرط های داریم. جناب مراد، جناب مجید، از همه شرط مهممون این است که ما به شخص مجرد نمیفروشیم. چخیل نفهمیدم. یعنی اگر آیله دار نباشید ما با شما آن انگشترین رو فروخته نمیتوانیم. این مسئله به خانه‌دار بودن چه علاقه‌ای دارد؟ گوش کنید جناب مجید، شاید ما آدمانی باشیم که اثرهای تاریخی رو دزدی کنیم، ولی آیله‌داری را خیلی ارج میگذاریم. صنعت تنها در آیله خوب نگاه داشته می شود. همین خیلی جانم. درست قد کردید زنک جان. ما با شخصی که آیله دار نیست همکاری نمیکنیم. وای عملیات برباد رفت سردار. مراد خانه‌دار نیست. خدا لعنت کند معلومات را پر نگرفتیم، وگرنه برای مراد یک زنی ساخته پیدا میکردیم. سردارم در کورشا یگون کس بفرستیم. کی رو میفرستیم بی عقل؟
این رو ببین. او اینجاست؟ کی اینجا هست؟ این خیل خودت رو بنادانی نزن. کی می شود دیگر؟ مراد. مراد در درون است، ولی یک ملاقات مهمی داشته است. نمیخواهد که او را ناراحت کنند. حاضر من به او روزش را نشان میدهم. مشغول است میگویم. جناب مجید، شما عائله دارید؟ وای بله. چرا در انگشتتان انگشتری نیست؟ انگشترین؟ من و همسرم انگشتری نمیگردانیم. با همسرتان شناس شدن میخواهیم جناب مجید. مایلش البته میشود. کی ما رو با همسرتان شناس میکنید؟ وای مگر ما با شما انگشترین رو نمیفروشیم، چون که ما رو تنها با مردان عائله دار میفروشیم. وای همسری من به خارجه رفته است. این خیر باشد عذر جناب مجید. وقتی که همسرتون از خارجه برگشت بعد به ما زنگ زنید. میرویم. یک دقیقه جناب رفی. خانم سومان به کجا میروید آخر؟ حاضر روزت رو میبینی. آدمی به شرم. به همه گفتی که زینب از پسی من ندود. تو رو میکشم ابله. جواب همه این دروغگویی هایت رو میدهی. کی هست این زن؟ سردارم به فکرم این زینب است. زینبش کی است؟ زینب عروسی ماه. التماسی کارانه که مراد. التماس میکنه مراد نکن. با تو چیکار میکند مراد؟ نه پر سردارم. چی شد آخیر؟ چرا گپ نمیزنی؟ زبانت رو خوردی؟ زنک جان تو کی از خارجه برگشتی ها؟ چی؟ زنک جان گفت من میدونستی که بدبخت زینب ایخود کردنیه. گفتم که حاضر میکنه در حق من میکنه. اگر نمیکرد سرمان در بلا گرفتار میشد. یعنی گوی چی میخواهی زبید؟ مراد این را نباید به من میکرد سردارم. این را نباید در حق من میکرد. این بچه دایم همین خیل میکند. ایستا چیکار میکنی؟ در رو ببند زود. سردار پیش را من نگیم. من وقتمو بدبخت حساب من برابر کنم. 100 بار میگم زینب من دوست میدارم من میگیرمش. مالی میگه من دور میبینم با کفایم میروم. من میرم میکشم. سردار تو را دستبند میکنم زبید. بجای شین سلاحت را گذار. دستم رو سرده. ولی زنک جان من تو را بسیار یاد کردم. دیوانه هستی تو؟ دستم رو سرده. رفیق جان سرده. چقدر شیرین جنگ کرده استودن مثل گذشته ما همینطور نجونم. بله مثل سالهای جوانی خودمان بودن. دیوانه هستی تو آخیر؟ دستم رو سر بده. زینب ما حاضر در عملیات هستیم. سردار امنیت و زبید در ماشین در بیرون بوده منتظر خودمان است. اینها باشند دزد اثری تاریخی هستند. چی؟ بله من از آنها انگشترین دزدیده را باید گیرم. در نقش ثروتمند هستم. چی خیل؟ اینها انگشترین را در حال میفروشند که من خانه‌دار باشم. یعنی باید همسرم شوی نمیفهمی؟ اصلا اگر همسرم نشوی عملیات برباد میرود. اینها را دستگیر و انگشترین را بازپس باید گیریم. با من چی آخیر؟ با من چی؟ نه زینب جان نه. اگر زن نمیشوی زن میگیرم ما. زبای دیوانه مراد فرصت خوبی پیدا کرد. حاضر همش را حل میکند. نه سردارم نه. من با این هر کسی اجازت نمیدم. آخر ما قطع زینب لیلی و مجنون هستیم. نمی خیلی هستیم. نکی نامردی مراد در بین ما میداره. دل ما را زندگی خنک نکنه. کلی روسیا گویا من بسیار میخوام که شوهری تو باشم. نمیفهمی مگر مسئله حیات ممات است. من هرگز همسری تو نمیشوم. زینب گوش کن. اگر همسرم نشوی برای مانع عدالت شدن دستگیرت میکنم. آخر کافی است. اینقدر صحبت هایتان شد فهمیدیم که یکدیگرتان رو بسیار یاد کرده اید. خانم سومن راست میگوید زنک جان. شناس میکنم. همسرم زینب. من سومن. از شناسایی شدم. من هم.
من باشم رفی. شاد شدم. خانم ما با همسر شما یک ملاقات کاری میکردیم ولی خواستیم که با شما هم شناس شویم. اگر خواهید امشب به خانه شما میآییم باز به ما کلکسیاتون رو نشان میدهید. از تشریف شما خوشحال میشویم. همین خیل نیست زنک جان؟ بله مردک جان. این خیل باشد امشب با میخوریم. تا بازدید. اوف جانمان خلاص شد به خدا. امشب در خوراک به خودت یگان نفری دیگر رو بیاب. زینب چون این رفتار نکن. باید در عملیات همسرم باشی. اگر مرم هم همسریتون نمیشوم. زینب التماس همسری من شو. ولی بگو چرا خاموشی؟ جونکم خانم زینب لطفاً تا وقتی که این عملیات تمام میشود همسری مراد شوید. شما از من چه خواستنتون رو میفهمید جنابی مدیر؟ اگر دروغ هم باشد هرگز همسری این آدم نمیشوم. این یک ابله هست. چرا این خیل میگوید جناب مجید؟ سرم ویران شده است. با جناب مراد چی شده است؟ آخر او با آداب زیبا جنتلمن و یکی از بهترین کمیسرهای تشکیلاتمان است. تشکر زیاد سردارم. ای جنگیلمون نمیفهمی همین زینب روزی نیست تو چی مجبورش میکنی؟ میبخش کل یک کاره میکنی که آدم قهرش میکنه. زبای پسرم چه ها میگویی؟ گوش کن تا وقتی که عملیات تمام نشود اینها باید زن و شوهر باشند. همین دختران نمیفورد تو چی مجبورش میکنی سردارم؟ زبای بسرت چی شده است؟ خانم زینب همچون یک شهروند قرض وطنداریتان را نشان دهید. یعنی جناب مدیر میدانستم که به وطنتان خدمت میکنید خانم زینب. تشکری زیاد. خوراکشم را در خانه پدری تو در قصر میخوریم. باید با آنها نشان دهیم که مراد بسیار ثروتمند است. سردارم باشد دلی من ثروتمند است. همین عملیات چی به در خانه ما میگذرونید؟ ای سردارم در این خنکی و اولاد ما را بیرون میکنین چه خیل میشود؟ یگان خانه اگه بیابین خیر نشید. اگر آخر خانه را یک ساعت خالی میکنی مگر یگان تو یا خورسندی نیست که همشان به اونجا روند یک ساعت؟ نمیدونم به می کاراتون سر مدر گرفت. به خدا هیچ نمیفورم. من با آدم های در آثارخانه بوده صحبت کرده کلید چرا حل میکنم. اکنون چی کار میکنم؟ خیر میرویم زنک جان. برای خوراک شام باید آمادگی بینیم. مراد جان اگر یک باری دیگر زنک جان بگویی پایت رو میشکنم. حاضر مراد از سری تیر میکنم. زینب چی میگویی همکار؟ بین من و زنم نداره. بدبخت بین حالم زنم میگه. همین خیل نیست؟ تو زن من نیستی مگر؟ مراد در حسابم رسیدیم و دیگه خدمت داشتن نمیشد. چی کار میکنه داخل؟ یک بار دیگه در پیش من بگیریم میپرونم. گفتم اکای کنان اکا کنان اکا کنی گا بیزن آخر قربانی چشمانه چاما مگر برای یک دختر مهر زده. سلام علیکم. و علیکم سلام. در کجا میگردی تو؟ همینجایم کو؟ اینجایم. جورا همین اکای کنان از صبح تو حاضر گپ نمیزند. تک نمیگوید. چه خیلی گپ نمیزند؟ اکای کنان؟ سلام علیکم اکا. اکا؟ برای چی گپ نمیزند؟ سایره میدیونه اکای کنان رو پسند نکرده است. اکای کنان باشد روزه گپ نزدن رو سر کرده است. голодовка اعلام کرده. روزه گپ نزدن. اما روزه گپ نزدن با روسی голодовка میشود. این بدبخت روزه رمضان رو نمیگیره. این چه روزه بو؟ من از کجا میدونم آخر؟ این آدم همکنون روزه رو میدارد. آدمایی که گرسنه نشینی اعلان میکنن شوکت میدونه چه خیلی به گپشون دراره جوره.
ای کنانی دیوونه ات خودت که سیره میده اونا تو را نگاه میکده در آینه یک بار خطا نگاه کن افتا ببین رنگ قدم قربانی شوکت بشین قدم قربان الرژی داره شمورم شوکت شو بجویت بشین حاضر هر دویمان را میکشد خاموشی قربانی چشمانت سمی میدونی اینجا چی گپ جوره در حقیقت باور کردم که اکای کانون گوشنشینی اعلام کرده گشنه بود اگه مرا میکشد خدا را شکر موی تنام سیخ است او علیکم سلام هجری بیا هجری جان اینجا بشین هجری خوش آمدی نه چی خبر هجری هجری در وقتش آمدی باور کن چیکار کردی هجری آبا این هم روزه ناشنوایی را سر کرده باشد آنها هجری او هجری هجری خیلی از روزه شک شد اکا شما مرا گفتید؟ نه این از سال که دیگه ابزده استیم چی شد از بخیر است؟ تو هم مثل اکای کنان موتم داری؟ نپرس اکای شوکت نپرس آخر خانواده سنم رو روزی کردم ولی خانگی های ما هیچ روزی نمیشوند آخر من خیلی خاندار نمیشوم سری قاق موندم ای بیامون هجری از برای خدا بهودگویی نکن خانگاه دختر روزی باشه خانگاه خودتون چیکار میکنی خاندار شدن گیر اکای شوکت نمیشود مادری سنم میگوید که اگر والدانت به خواستگاری سنم نآیند دخترم را به تو نمیدهم اصلا خانگاه شما که خواستگاری نرن این عیب ما نیست هجری بی شکل با خواستگاری نمیروند چی نگاه اکا گپ زدی کوب با خودم رو ترسوندی با فکرم دولین یکی شوکت پس شده جین بزنند کنون در درن ما جین در آوردی که چی خیلی خانواده ای تو برای خواستگاری سنم نمی روند خانواده ای تو با خواستگاری سنم می روند سیروی دیوانه باشد از من می شود آخر که کنون کار چخل می شود اینجا را خانه عقدی نکاح میکنیم بهترین فکر چخل بهترین فکر سمیر تو یکان چی فهمیدی؟ من نفهمیدم سنم و هجری شعبه عقد نکاح جوانان چخل شده؟ بهترین این عقل رو بینا اوف خدایا التماس به کمالم چیزی نشود آخر من به سرش اونقدر سخت نزده بودم کو همین خیل نه گر بچه کمالم در کجا هستی کمال خوب هستی بسیار بخشش میپرسم از راستی من به سرت سخت زدنی نبودم یا خدایا این کی است بچه؟ خیلی این رو فهمیدیم و شما کی هستید از کجایید؟ استاد نه مگر او حافظش رو از دست داده است؟ نپرسا پیملیس دختر گفت که تو یک وقتی معین سرش بجاش میاد یا 2 هفته پس سوز میشده اما استادمون 3 سال اخیرش با یاد آوردن نمیتوانم چی؟ 3 سال؟ کمال التماس مرا به یاد بیار لطفا بخششو مجبور نیستم که تو رو بخاطر آرم کی هستی تو؟ کمال من ملیس دوست داشتد دوست داشته من؟ بچه این چی میگوید؟ راست میگوید؟ بس کنه ده کجا این را دوست میداشتم؟ با من معقول نیست آخر
مرا گوش کن. حافظت گم شده است، چی شده است نمیدانم، ولی مرا شرمنده نکن کمال. میخواهی باز سرت زنم؟ تو چی خیلی دختری چسبک بوده یا؟ بیایید میرویم. یا خدایا کمال، تو مرا فراموش کردن نمیتوانی. مردم زیبای محله ما، یک قرصک. آفرین احسن، بهترین. امروز اینجا برای برپا نمودن توی برادری عزیزم هجری و دختری هم خدمتم سنم جمع آمدیم. مقصدم به نزد پدر و مادری هجری رفته آنها را راضی کنیم که به خواستگاری سنم روند. باز یک قرصک. و حاضر همراهی وکیلانمان که انتخابش کرده ایم همه یک جایه شده راست به خانه جناب سعدی رفته او را راضی میکنانیم. رفیقان چی کار کردنتون رو میدونید؟ یا خدایا. جنابی کنان تو چی کار میکنی؟ چی کار کردم؟ حاضر اینها رو سیر می دیوانه شنود میدونی چی میشود؟ چی میشود آخر؟ هممون رو میکشد. اگر کشد کشتن گیرد. همتون رو میپرانم. اکنون همتون میمیرید. همتون مر فهمیدید. دخترم با خود بیا چی کار میکنی؟ اکا خوبترش تو گب نزن. یا توبه. کنی اون رو به زمین پرت و ابله. مرا پران. تو یک طرفیست. هجری اینجا بیا. اینجا بیا میگویم. آخیر تو رو میکشم. کنی اینجا بیا. یا پینها نشم. بخواه نمیشه. هجری تو کماتیر نشو. همه شرم بشود. خدا که هجری هیچ چیز نمیشود. نترسید. آفرین انا همین که شادی کنید ایستد. کنعان برادرم، انشاءالله این سیرمی دیوانه باز به سرمان یکان بلای دیگر نمی آرد. هیچ گپ نیست هیچ چیز نمی شود. نترسید. جناب سعدی چی جمع شدن اینجا؟ چی گپی؟ یا که خواستگاری آمدن؟ در این خانه من دختری ندارم که برای شما بودم. دختر را بعدا خواستگاری میکنیم. اول کار هجری برادرمان را حل کنیم. ببین همه این محله جمع شده است. هجری و سنم میخواهند که خاندار شوند. تو هم راضی شو. ما رفته آن دختر را خواستگاری کنیم. آخر او به هنر موافق بچه من است. شما چیکار دارین؟ تو برادرم دیوانه هستی؟ نمیخوایی که پسرت خوشبخت شود؟ چه خیلی تو آدم هستی؟ پدر و مادری دختر راضی است. تو چی میخوایی؟ گفتم نمیرم. کسی میخواه رفته خواستگاری کردن دیره. آخر به امر خدا و گفته پیغمبر خواستگاری میکنیم. دیوانه هست چی هست آخر؟ تو چه خیلی آدمی یک رو بوده ای؟ مثل گوسفند برین یک روی. کی رو گوسفند گفت؟ یک سویست. او بیست بچم. او بیست دختر. شما چی گپ رو نمیفهمید؟ باید که همتون رو پرنم. سیرمی دیوانه. این نوبت شما رو نمیپرنم. منتظر شوید.
گرید بمبا گرزه канони девона коре ки ба ту дахл надорад мекунӣ кори худат ро бикун ҳиҷриро хонадор кунӣ баъдан бо ӯ ту ҳам хонадор мешавӣ ту чиҳо мегӯӣ девона кори гум шав аз ин ҷо ҷонам барои ту як чои кабути талх дам кунам ҳа барои ҳофиза бисёр фоида доштааст кани ту як суист охир ӯ акамро чӣ кор кард акаҷон маро ба ёд дорӣ то ин дараҷа не хоҳарҷонам танҳо дар 3 соли охир чизҳои нолозимаро ба ёд надорам акаҷонам охир мелису чӣ кор карди камолро ҳама чизро фаромӯш кардааст ку ягон чиз дар хотир надорам ман танҳо бо сковородка ин хел оҳиста ба сараш задан хостам аз куҷо медонистам ки ҳофизааш гум мешавад акнун чӣ кор мекунем мелиса вай духтур гуфт ки дар муддати кӯтоҳ ҳофизааш ба ҷояш бармегаштааст хавотир нашав зубай танҳо як сковородка буд тоба мелис ҷон як ера баъд ҳофиза ин бача ба ҷояш барнагарда на и гов набоша ки бикшем бифурӯшем рӯз як одами калон аст ира ки нигоҳбин мекунад эй зубай иншолло ҳофизааш барнамегардаду дигар духтарамро нороҳат намекунад дигар кор надорам ки боз духтари шуморо нороҳат мекардам ака парво накун хуб шуд ки ҳофизаам гум шудааст қасам мехӯрам ки модари ин аз худаш дилгиртар аст гуфтаҳои ӯро бубина боварам намеояд бетарбия камол бача ба маърифат бош марҳамат нӯши ҷон кунед раҳмат саломат бошед марҳамат занакҷон барои ман ҳам як чой намеорӣ охир ту чаро маро занакҷон мегӯям барои одат кардани забонамон занакҷон вазифаамонро хуб иҷро кунем ба фикрам ту ҳам забонатро ба мардакҷон гуфтан одаткунони хуб аст аз оне ки туро мардакҷон бигӯям мурданам беҳтар аст ман ҳам бисёр мехоҳам ки бо ту хонадор шавам беақлу бефаросат ҳастам ки бо ту хонадор мешавам ту шавҳаратро дар як сол касалӣ дил карда мекушӣ албатта ки мекушам ин корро бина боз хонадорӣ сохта дорам насибро бин боз бо ин духтари бешарм оҳ зуҳро туро бисёр ёд кардам бо ту ҳатто хонадорӣ сохтаамон бисёр хуб буд боз хонадорӣ сохта охир боз бо ин беҳаё аҳ зиё аҳ хуб аст ки ту инро намебинӣ вагарна ин одамро зинда намемондӣ сози ихтик бо чӣ кор кардӣ духтара ба ту чӣ ҳоло ҳам намедонӣ ки байни зану шавҳар набояд дароӣ виҷдони инсоним сарта қоқоқоқ метирошам шарманда ди дунё мешай чӣ кор мекунем ҳиҷрӣ модарам мегӯяд агар ба хостгорӣ наоям туро ба ҳиҷрӣ ҳаргиз намедиҳам волидонам ба хостгорӣ салом намеравем мегӯянд ё худоё худоё ту моро ёрӣ кун ин ду бандаатро бо ҳам расон худои ман омин ё раб дуоямро қабул кун омин биё агар ман ғолиб шавам ба хостгории санам меоед агар мағлуб шавам омода писаратро мегирӣ шоҳиде медиҳед гӯшка дар ин маҳалла касе нест ки маро мағлуб куна ин хелиш олияю чаш таваллудшидагӣ нест зарика соз қаб ба гуфти ту чӣ хел қапам агар ин рӯи хел надорӣ партота намешавад нағма накун мегум соз парто зарика соз парто ду як ҳамаро мезанам ба ҳамин як ду шаш дар ҷонубзанӣ ду шаш ба ҳама меояд не ки ӯ ранги ман бозӣ карда наметонанд шуд дар бозӣ хуб ҳастӣ вале туро дигар артиши амрико ҳам наҷот дода наметавонад
هیچ میگه 5 و 3 دوستاش تا با هم میرسند 6 4 4 6 6 و 5 پرتو 2 و 2 بازی تمام شده ایستاده است اینها رو همچون دارو صبح و شام یک تا میخوری سعدی جان چی شد؟ دوستان بازی هم تمام شد ولی سعدی جان کرته تو دریده است چی؟ چیه کجا؟ انا این رو زیر کشت بگیر تا کرته دریده رو پوشاند انا همین کل دوستا دیگه همراه خانم آسیه آید منتظریم چی با؟ با خواستگاری دخترم آید نمی آیم و شرط همی بود که بازی را باید دادی آخر تو حیلگری کردی زری که اینه خیلی پرتفتی من در حیاتم مثل تو بوز یک رو را ندیدم تا حال چخیل آدمی کلغفص هستی نیتو چخیل آدمی بیفهم هستی ها؟ خارج که دیسته هست دختر تا خواستگاری نمیرم گفتم دیگه دهن در گب و دختر بگیره ها با کی گفت ایستاده ای تو؟ تو را گفتم چی نه سنم و هجری را خودم خانه دار میکنم تو را گوشم نمیکنم نه یا چل خانه دار میکنی اگر ما خواستگاری نریم زنی تی را چل قبول میکنه ها اگر لازم شود از چمن جدا میشوم آنها را خانه دار میکنم فهمیدی انا این را یک روی میگویم طلاق میکنم قادر خانم چمن سنک جان تو کی را طلاق میکنی